میدانم که این تکلیفم برای قبول کردنت خیلی دشوار است، اما برای نجات طاهر و پسرت مجبور هستی. یعنی مجبور هستیم. تو چه خیلی انسان هستی؟ هم پسرم رو میدوزدی و همه رو مجبور میسازی. نه خود بکیلی نه چون این تکلیف رو پیشنهاد کنی. مرا نادرست فهمیدی. من پسرت رو ندوزیدم، اما کی دوزیدنش رو میدانم. اگر با من کار کنی هم پسرت رو نجات میدهیم، هم به طاهر کمک رسانیده میتوانیم. تو فکر میکنی که من تو رو نمیشناسم؟ بعد اینقدر مشکلی هایی که از سر گذراندیم فکر میکنی که ما به تو باور میکنیم؟ البته برای نجات پسرم چیزی از دستم آید میکنم، اما نه به طاهر نه به وطنم خیانت نمیکنم. هیچ کس از تو خیانت کردن رو نمیخواهد. سالهای سال از برای عائله‌ام همه کار را کردم. مقصد اساسی من به پسرم کمک رسانیدن است. تو مادر هستی، از همه تو خوبتر میفهمی مرا. از برای پسرت شده همه کار را میکنم گفتی، من هم همین طور میکنم. از برای نجات طاهر همه کار را میکنم. دروغ میگویی. تنها چی کار کردنی طاهر را دانستن میخواهم. نقشه او را ندانسته به او کمک رسانده نمیتوانم. کمیسارو، این کارا تو مزروع انسانگری نیست. تو رو میپرونم. به تو باور کردن نمیتوانم. چی کار میکنی کردن گیر؟ دیلا، سر ده مرا. تو به من باور کن. چیزی که گفتم باید باور کنی. سر ده. با تو کاری میکنم که با پای خودت زانو زده نزدم میایی. خدا از شما راضی باشد. تشکر به شما. سلامت باشد. محبتتان بسنده است. شکلی که گفتم هر یک کمبودیتان رو پنهان نداشته با حکومت خبر رسانید. کدام وقت ضرور باشد حتما نزد من بیایید. خدا از شما راضی باشد. تشکر. بیایید دستتان رو ببوسم. تشکر. سیکو. دکتر پسرم، تو خوب هستی ها؟ خوبم آمه که زیکو. خدا را شکر. بخیر است؟ چی میکنید اینجا؟ من برای چی آمدم؟ برای خرید آمدم. خرید. رفتیم. با من یک پله چای بگیر. آخر پسرم من روم. اگر من به دهه شما روم مرا میگذارید که چای شما را نخورده روم؟ رفتیم آمد. تشکر. مرحبا. گذر. همه‌تان به بیرون برآیید. زود دکان‌هاتان را محکم کنید. همه به بیرون برآیید. بعد از یک دقیقه همه دکان‌ها باید محکم شوند. یکان دکان باید کار نکند. مرا فهمیدید؟ من نگفتم که دکانت رو محکم کن. من نشنیدم. یک بار دیگر تکرار کنید. زود از پس کارتون شوید. زود. میروم، اما پرداخت حسابات وزنین می شود. من چه خیلی که خواهم با شما گپ میزنم. برای چی؟ دکان وسطی تو تار نمیکرده ایم؟ دیوانه شدی احمق. پشت این مرد به قوت است. بانها سر به سر شدن لازم نیست. سرمان رو در بالا میگذاریم اگر. بیا میرویم. زود باشید. اینجا را خالی کنید. زودتر. محکم کنید. اینجا را خالی کنید. سفیران یکی با مرکز میروند. دیر نکنید. زود باشید.
نه من این کارو نمیکنم سعید. تو رو از اینجا نمیخواهم در اینجا بمانی. البته این 10 روزی انجام می‌یابد. اقلا تو زنده بمان. در این دنیا نشود. انشالله در آن دنیا با تو وا میخورم. اتوبوس رو مان کن. همشون رو فرارید. چی شد برادر؟ فروشی سوزشواری من می شود. یگان ماشین از این ناحیه به بیرون نمی رود. یگان خطر سوزشواری به ماشین ریخته نشود. اما برادر اما پمایت رو نشورم احمق. ما چیزی گفتیم همان می شود. فهمیدی؟ برادر این کار رو نکنید. باید به شهر رویم. اتوبوس‌ها وقت و ساعت دارن. مسافران رو از دست میدهیم. ما نان خودمون رو از روی همین کارمون میابیم. با ما فرق ندارد. تو حقی با ما گپ زدن نداری. حاکم اینجا ماییم. ما میخواهیم سوزشواری فروشش من شود. میخواهیم راه را ببندیم. ما را فهمیدیم نه. اکا نکن این کارو. ما باید رویم. ای کودک کاری خودت را کن. نکنه سعید. بیا با من. برای من اومدی به فکرم. برای من اومدی ها؟ نرو میگویی. لیلا میدونستم که تو مرا تنها نمیگذاری. میدونستم. راه را بند نکن. گذر زودتر. زودتر گذرید. دمتا را گیرید احمقا. گذرید میگویم. زودتر روید. آرام باشید. ما از برای شما این کارها را میکنیم. ایستید. تسلیم شوید. شما در احاطه. تسلیم شوید. هرگز ریختن خواهی تو رو میکشند. تسلیم شو لیلا. میگریزیم. هر کهشان را دستگیر کنید. کمی دیگر حرکت کن لیلا. تو گریز خودت رو نجات ده. تو را چقدر تنها میگذارم. چی ها؟ کنی خیز. خانه ها را کابید. چی شد جناب؟ چی شد؟ باش. جناب بیایید میرویم.
خانه ها خالی اند. اینجا هم خالی است. الو. حالا گویی که من کردم، من با آنها نشان میدهم این بی‌شرفان را از دست دادیم. بیایید میرویم. خدا دیدی در این راه رفتت حیات نیست لیلا. این چتنی لعنتی تو رو دیر نگذاشته دستگیر میکند. مدامه که مرا دوست میداری، مدامه که مرا نرا میگویی بیا یک جای از اینجا رویم. اکنون مرا خوب گوش کن. من خودم را به همین کار بخشیدم. اگر حاضر تشکیلات گوید بمیر، من میمیرم. برای من غیر از تشکیلات حیاتی دیگر نیست. مادام که مرا دوست میداری باید با من بیایی. تن به تن می جنگیم. اگر این خیال نخواهی خودت میدونی. لیلا این خیال نگوی. دیگر چی گویم سعید؟ خودت دیدی آنها چی کار کردن. باز ندانسته گپ میزنی. اینها نماینده های دولت نیستند. نماینده اکای طاهر است. عسکرانی با او بوده است. پلیس های با او بوده است. مرا فهمیدی؟ اما اینها بر این عسکران را خدا میداند که کی هستند. اینها مثل تشکیلات گمراه هستند. من گپی میگفتگیم را گفتم. همش در دستی تو. من کار دارم. باید روم. مرا انتظارند. یا اینکه در این رو با من میروی یا اینکه از صدی رو هم دور میشوی. خدایا من باید چی گویم که از این را برگردد. لیلا ایستا. زود باشید. همه اتان به ماشین سوار شدید. تو در کجا بودی؟ چند ساعت شد که تو رو انتظارم. شما حقه. ببخشید. همش خوب شد؟ البته خوب شد. همش در دست توست. این بچه کیست؟ لیلا مژده. با کو میروی؟ چی؟ راست میگوید؟ این را به صبرانه انتظار بودم. خیر به تو موفقیت. من از اینایت شنیدم. اگر از او پرسی خوبتر میدونم. با کو میروم؟ در آخر به مقصدم میرسم. در کوه چی کار داری لیلا؟ تو رو نمیگذارم به اونجا روی. تو به اونجا نمیروی. برادر تمام کردید؟ پس آن یگان کمبودی نشود. با خدا تمام کردیم. یک نفرمون اما که زکا همونجا موند. او برای هیچ چیزی مشده است. با او رفت. حالا این خیلگوی؟ او چه خیل انسان بود؟ شب هلاک نبود؟ با خدا نمیدونم خواهر. او را خوب نمیشناسم. فهمو شما را گسیل کنم این مسئله رو میبینم. مایلش. یا ماشینت رو محکم کرده اینجا گذار یا اون که گشته رو از اینجا. این خیل نکنید قربانتان شوم. این خدا راه رو بیهوده آمده مگر. با من گوش کن. آخران مرتبه میگویم یا ماشینت رو به یک طرف گذار یا اینکه تو رو میکشم. تو خودت رو کی میشماری؟ نه تنها تو بلکه دیگر ماشین هم به این ناحیه در آمدن رو حق ندارن. اگر فهمیدی که زد باش. خدایا به من کمک کن. به پسرم زندگی کردن نمیتوانم. الو
خانم دیلو من از مجله گم شده ها زنگ میزنم اویدی پسرتون پیشروی هست در حال به اداره همون بیایید. چی؟ اویدی پسرم پیشروی هست؟ او رو پیدا کردید؟ الو تلفن قطع شد. آقای شفیور خواهش میکنم زودتر رانید. زود به ناحیه رسیدنمان لازم. مایلش پس سر ما نشوید. ما هم به همانجا میرویم. خدایا به من کمک کن. التجا میکنم او رو به من برگردون. به این طرف گیر. به این طرف. ایستو. باتن سردار این شمایید چی کار کردید؟ کار تمام. اینها همه دکانها را گشتند. همشون را محکم کردند. اگر کار تمام باشد همه‌شون را گسیل میکنیم. با این ورق به جایی که میخواید رفتن گیرید. اگر آدمانی ما پرسان شوند این را نشان ده. بازی تو راست به خانه تشکیلات رو. پاپ تو را انتظار است. محله جودی که در زیمه تو بود آنجا را میگیریم. آهسته آهسته به اشغال کردن شروع میکنیم. همش با کمک خلق میشود. دزدیدن کودکان بهانه خوبی برایمان شد. فرصت بالای فرصت آمدن، پس باید کارمان را از دست ندهیم. این خیل باشد من به ناحیه میروم. لیلا با دقت باش. چتین حال از پسند است. زیاد ننمود در چشم همه. آن سگ با من هیچ کار کردن نمیتواند. زود باشه. حرکت کنید. زودتر. این رو من کنید. کمی دیگر ماند. کمی پس به ناحیه میدرویم. به این طرف گذار. به این طرف. این خودش شیگه. باز چی شد؟ باز چی شد؟ در رو کشو. از ماشین فروید. بکی گفتم زود باشید. چیکار میکنید؟ ما با شما چیکار کرده ایم؟ ماشین دیگر کار نمیکنه. زود باشید. این قراری تشکیلات است. باید یگان ماشین کار نکند. زود مسافران ماشین را فرار. آخر جناب حداقل کمی پایان‌تر من کنیم. اگر 100 متری دیگر روید وضعیتتان بد می شود. ما دیگر کمک کردن نمیتوانیم. زود مسافران را فرار. فرار زودتر. فرایید. فرایید. دخترم بیو. بینه باز چی میشه؟ آنجا صاف کشه. خودش چیکار؟ خدایا به ما کمک کن. گوش کنید چی میگوین؟ گوش کنید. از برای سبب مرا به ناحیه برید. تو چی ها میگویی خواهر؟ این آدمان همه ما رو میکشند. التجا میکنم باید زود روم. پسرم را باید نجات دهم. گوش کن خواهر. آن درختان را میبینی؟ اگر به این طرف روی راه کم است. زود به ناحیه میرسی. فهمو؟ فهمو. تشکر زیاد.
بیا آماکی زیکو مرحمت گذارید. در قبولگاه یک زن است. او را خودتان دعوت نمودید. روزنامه‌نگار بوده است. فهمم. آماکی زیکو خوش آمدید. خوب هستید. تو با آماکی زیکو چای بیار. با او صحبت کن. من کمی کردم. خوب شد است محترم رئیس. ببخشید آماکی زیکو. هیچ غم نه دکتر جان پسرم. تو از پس کور چاو. قریب فراموش کنم. چایتان خانم نورگل. بالای میز گذارید. مرحبا. آماکی زیکو. که اینجا بیا. خوش آمدید. آقای رئیس بخشش که آگاه نکرده اومدم. استغفرالله مرحمت. من یک آدم بی‌غرض گفتنی هستم که به مثل شما انسان ها باید زیاد باشند. با یک شما نمی شود. وقتی زیاد ندارم. اگر صحبت را زود آغاز کنیم خیلی خوب می شود. راستیگه برای مبارزه بردنتون حیران شدم. به همه این حادثه ها حاضر شدید. برای چی دولت هم ظلم کرده ها رو روان می کند، هم مثل شما بر این انسان های خوب رو اینجا نگاه می دارد. دولت نامش بالا است. صاحب حقوق است. من دکترم. از جهت تیبی میگویم. تیب به همه دردها دوا میدهد، اما به درد سرطان دوا یافته نمیتواند. از همین سبب چخلی که شما شاهد شده اید، انسان های گمراهی هستند که میخواهند نام دولت را استفاده برده دولت را سیاه کنند. ما برای نمایندگان دولت برای نیست کردن آن گمراهان خیلی وقت صرف میکنیم که آنها را نیست کنیم. این چخل میشود؟ این خیل آدمان هم در دولتان هم در بیرون. شما روزنامه نگار هستید. برای همین شما را به این منطقه روان کردند. این کارها را شما از ما خوبتر میدونید. در این منطقه ها مگس هایی هستند که دیگران را زهرآلود کرده وضعیت را دیگر میکنند. مثلا چخل با شما فهمانم. شما خبرها را جمع میکنید. سرداران شما خلقی یک جای شده را به پا خیزانده بعدا امنیت بین المللی آمده منطقه را جابجا میکنند. از همین حادثه همش معلوم شد. شما در داخل همین کارها هستید. از من خوبتر میدونید. شما خیلی معلومات خوب به ما دادید. هیچ کس این سخنها رو به ما نگفته بود. ببخشید به شما خلل رسوندم، اما از مرکزی فروشگاه خبر رسید که با سبب های نامعلوم دکانها رو محکم کردن. انا باز سر شد. پس از آمدن شما با این منطقه حادثه های نو به نو پیدا می شود. پس از چاپ نبودنتان باز دیگرگونی های زیاد می شود. شما هیچ وقت آرامی ما را انتظار نشوید. زود ماشینم را آماده سازید. با ماشین رفتنتان خیلی خطرناک است. به این هم حرکت ماشین ها رو من کردن. خطرناک است مگر با نمایندگان دولت سر به سر می شوند. زود باش. مادام که نیت خوب دارید با دقت نظر کنید. کی برای کی کار کردنش را میفهمید. اگر خواهید حقیقت را فهمید با دقت باشید و خودتان شاهد آن میشوید حق مایم یا کدام یک تشکیلات. الو شما رو فهمیدم. الو فهم آقای محترم، چیزی که از دستمون باید میکنیم. سوداگران زنگ میزنند میگویند که پلیس اومده وضعیت رو درست کند. از تشکیلات ترسیده همه دکان‌ها رو محکم کردند. فهمم. با سردار امنیتی ناحیه هم خبر رسان. من در حال به جای حادثه میروم. خوب شده سردار. گوش میکنم. برای های ما چی بشه؟ برای از اینجا. برادر. پشرف و گفته ای که این دکان را محکم میکنی. زود کشا، زود باش. شاده نمیتوانم. دل نمیکشایی ها؟ چرا؟ زود باش. مگر نه هم سرت رو و هم درت رو میشکنم. نمیتوانم. کشا گفتم احمق. با کارگری دولت زید میبرایی. گوشای من حاضر. این برای تو. این
برای آنها، این برای تو، این برای آنها. برابر شده دکنم. تو با من شوخی میکنی؟ ایستن میگویم. چیکار میکنید شما در اینجا؟ چیکار میکنید؟ سرده منو، سرده رئیس. باز برای تروریستان را دستگیر کردن آماده ای؟ من ضد تروریستان کار میکنم. برای آن آمدم که جزای تروریستان رو دهم. گوش کنید، بار دیگر تکرار نمیکنم گپایی گفتم را. اینجا در نظارت من است. پیش از آغاز کردن کاری حقوقی با شما از اینجا دفع شوید. با من گوش کنید. برای محکم کردن دکانهایتان به شما ضرر میرسد. انسانها دارو میگیرند، نان میگیرند. با آنها ظلم نکنید. اگر یک مرتبه محکم کردید دیگر به زودی کشاده نمیتوانید. اگر محکم هم کنید غارت و تید و تار میشوید. این دکانها را برای ضرر شما محکم میکنم. من همه وقت با شمایم. اگر کشایم شب آمده ما را پاسبانی میکنید. گوییم که از تشکیلات امین داشتید. از اینها چی؟ از اینها چی خیلی نجات میدهید؟ پدر، با شما چی شد؟ مردک، با شما چی شد؟ حالا ایست. آماده شوید. همین شب از اینجا می رویم. دیگر اینجا ایستاده نمی شود. از یک طرف تشکیلات، از طرف دیگر اینها، به یکان طرف دیگر می رویم. خدا البته رزقمان را می دهد. من می بینم. ببخشید شما را ناراحت کردم، اما اجازت میدهید که جراحت شوهرتان را بینم. مرا خوب گوش کنید. احوالمان خوب نیست. آنها خلق را در حالت وزین دچار کردند. ما را برای ترساندن و از خود کردن کودکانمان را دزدیدند. تشکیلات آمده کودکان را نجات داد. بعداً آمده گفتند که ما کودکان را ندزدیده ایم. اکنون بس است. دیگر طاقتمان تاق شد. از این پس به ما دست نمی رسانند. سرحد خود را میگذاریم. هر یک دهه را به دست میگیریم. از محله جودی آغاز میکنیم. این محله از آن ماست. هیچ کس را به آنجا راه نمیدهیم. آنها نمیدرویند. اجازت نمیدهیم. آنها به اینجا قدم نمیگذارند. برا فهمیده؟ نمیدرویند. یا نروید. زود باشه. رفتیم. نمیدرویند. آدم هایی که برای محکم کردن دکان ها آمدند. یکی اشان با رئیس رفتند. آها، کی باشد؟ از کدام دیه باشد؟ از دیه ورگی محمدی زیکو بوده است. ها، خواطر نشو. زیکو یک شخصی ترسان شکست. ضررش نمیرسد. شما او را از کجا میشناسید؟ حاضر وقتی این گپ ها نیست. آن را یک طرف گذارو. او بچه را چیکار کردی؟ نامش سعید بود چی بود؟ حالا ایستید. یک چی را پرسم. مرا به کو روان کردن میخواستید؟ راست است؟ باور کن، نه راست است نه دروغ. چخیل؟ این رو چخیل فهمیدن ممکن؟ چخیل چی؟ تو اینجا چقدر کار رو به انجام رسانی؟ سرداران تو رو به جای خواستشون روان میکنن. یعنی آخران نشان دادت رو دیدن پس رفتن یا نرفتنت معلوم میشود. این کار رامانو آن مسئله گفتم را چی کار کردی؟ آن بچه را سعید را؟ نه، متاسفانه آن بچه سرکش برآمد. یعنی او رو فریب داده نتوانستم. وای آنقدر آدم را به خود عاشق نموده به کو برآوردی؟
همین یک بچه ساده رو نتوانستی به خود باور کنونده. گفتم کو نشد. میلش تو همین خیلی گفته باشی همین خیلی بوده لیلا نیست. لیلا در همه جا تو رو جستجو کردم. سعید تو در اینجا چی کار میکنی؟ از برای تو اینجا اومدم. مرا به حزبتان داخل میکنید؟ البته بیا تو رو به خانه حزبمون برم. با نمایندگانمون شناس شو. با نجات دهنده خلقمون شناس شو. محله جودی از آنیموس. اوه سعید اوه برای چی به اینجا اومدی؟ با آقای انگین گپ زدن میتوانم؟ Майлаш. مرحمت. سلام. من دیلوکایا. اویدی پسرم پیشروی هست گفتید. یک دقیقه. شش ماه می شود تا حال شوهرم درک نیست. دیگر چیکار میکنیم دوگانه؟ سرنوشتمان همین است. از دستی ما چی می آید؟ انشاءالله پیدا می شود. خانم دیلو مرحمت شنید. نه لازم نیست. التجا میکنم گپ زنید. پسرم رو پیدا کردید؟ یافتم گویه می شود اما برای آوردن کمی پول لازم است. در کجا بودنش رو گپ زنید رفته او رو بیارم. این کاری مخفی است خانم. ببخشید. اگر پول رو بر وقت بیارید پسرتان رو صحت و سلامت برمیگردونیم. مایلش میارم به شما قول میدیم. فقط همین که پسرم رو به نزدم بیارید. مجده با کوه میروی؟ من تو رو نمیگذارم کسی تو رو به آنجا برده تواند. تو رو به هیچ کس نمیگذارم لیلا. مرا ببخش لیلا. سعید تو چی کار میکنی؟ سرده مرو. سرده گفتم. سعید سرده میگویم. آرام شو لیلا. با تو بدی نمیکنم. تو رو از تشکیلات نجات میدهم. چخیل نجات دادن منو سرده. مرا ببخش لیلا. نمیگذارم که تو با آنها بیمانی. نترس لیلا. کمی صبر کن. برای ایس خبر داده میآیم. او به ما کمک میرساند. هیچ چیز رو به تو نمیگویم. نه به تو نه به دیگر کس. به هیچ کس مرا فهمیدید. لیلا در دست پلیس است. چی شد با او خبر نداریم. از میانرو بودنش شبهه داریم. خاطر نشو. اگر میانرو باشد من او را اولین شده میفهمم. اگر یگان اسناد را امضا گذارد من او را از آنجا میبرارم. اگر میانرو باشد او را به قتل رسان. اگر میانرو نباشد یا اینکه به پلیس حرفی نگفته باشد از نام تشکیلات به او آفرین میگوییم. اول باید دانیم که چی شده است با او. برایمان یک ایگیتی صادق پیدا میکند. روگر نمیرم. خاموش.
گوش کن مرا. شکار کردنت رو میدانی ها؟ بله. سرجهت مرا. سرجهت. را خودت خواستی. خودت خواستی جلو. از گروهی ضد تروریستان چتین. شنیدیم که در دستتون یک تروریست بوده است. او را با ما تسلیم کردنتون لازم. یک دقیقه. گوش میکنم. شنیدیم در دستتون تروریستی بوده است. بله. او برای ما خیلی مهم است. برای گرفتن او اجازت نامه دارم. با شما در علاهیدگی گفتگو کردن میخواهم. مرحمت. گوش کن دخترم. ما برای تو کوشش داریم. گپ زن کنه. خودش چی گپ؟ انا باز با تو واخوردم لیلا. گله درو. سرده مرو. سرده. راهگر گفتم. سرده. بخیر باشد. اکا لیلا چه خیل است؟ او را دیده میتوانم. لیلا گفتی؟ در نظارت هیچ کس نیست آخر. چه خیل آخر؟ چه خیل هیچ کس نیست؟ یک دقیقه برادر. لیلا در کجایی؟ در اینجا چی گپ است؟ اکا لیلا در کجاست؟ گروهی ضد تروریستی او را برد. چی؟ تو چی ها میگویی؟ چتین او را برد؟ بله. برای چی دادید؟ چه خیلی او را دادید؟ رئیس نگفت که ما امروز با او یک جای میرویم؟ به خدا رئیس خودش این را گفت. گروهی ضد تروریستی با او مشغول شود گفت. چتین باشد او را آمده برد. رئیس چه خیلی کارو میکند؟ آنها لیلا رو میکشند. قبزم سردارت کیست؟ با کی کار میکنی؟ چی مقصد دارید شما؟ همه‌تان را یک به یک میابم. خونتان رو مینوشم. شیری خورده مادرتان از بینیتان میریزد. هیچ کار کرده نمیتوانید. تو سگی لعنتی. این دولت شما را نگاه داشت و شما نان داد. باز به عوض این قدر خوبی هایش حق و حقوق پرسان می شوید. به این داده هایش شکر کن. پیش حادثه خونین را تو تشکیل کرده بودی. گپ زن که این نقشه را کی کشیده بود؟ در حکومت ناحیه آدمتان کیست؟ چرا گپ نمیزنی؟
معلوماتی که به پلیس داده چرا از من پنهان می‌داری زن کبلا؟ نه به تو نه با پلیس یک کلمه گپ ندارم که گویم. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون. تو چی میگویی آوازت را برار؟ بهوده عذاب نکش. هیچ چیز رو به تو نمیگویم. تو رو میکشم ابله، میکشم. هیچ چیز رو نمیدونم. فکر میکنی که با آسانی تو رو خلاص میکنم؟ مرده میروی. عنایت کیست؟ او چی وظیفه را اجرا میکند؟ من عنایت رو نمیشناسم. آقای رئیس ایستو. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ کی به تو اجازه داد؟ رئیس در کجاست؟ رئیس در کجاست؟ همون ناآمده است. ناآمده؟ نمی آید البته نمی آید. برای چی آید؟ خلق در چی وضعیت از هیچ پروایی ندارد. دلها چیزی شود نشود باید حیاتمان را دوام دهیم. ما را پست و بلندی های انتظار است. برای کار طاهر خودت را احتیاط کن. خواطر نشو. طاهر من یک کاری به اخلاق نکردم. تو رو تمام تو مادر هستی. من باید این را فراموش نکنم. ما یک عائله هستیم. خدا از این بد نکند. آمین. خودت را احتیاط کن. تو را دوست می‌دارم. در پناه خدا باش. برای من هم دعا کن. درو پارا گل برگای دری پارا سد برگای ما عاشق گل برگم غدر دیلی سد برگای درو پارا تو ششتای دری پارا مایوره تو رو مالا کج بسته من. تو چی کار میکنی؟ من نگفتم تو با میزی من دست نرسون. برای سبا باید قرار بیاید. اگر تازه کنم میگوید که چرا تازه نکردی. تازه نکنم میگوید چرا تازه نکردی. چی کار کردنش رو اختار تمام بس کن خاموش. مرا عصبی کردی. یا توبه یا خدای باز خاموش. چی شد؟ خاموش است. مرا ببخشید محترم رئیس. من کارم رو بینم. محترم رئیس سعید آمده بود. خیلی عصبی بود. شما رو پرسید. یعنی چی خیر؟ برای چی عصبی بود؟ نمیدونم رئیس. همه شما رو برای مجلس در اتاقتان انتظارم. کمیسر ریسو در عملیات بوده است. اشتراک کردن نمیتوانسته است. فهم. خوش آمدید. وضعیت لیلا چطور است؟
متاسفانه شب چتین اومده او رو برده است. من نمیفهمم چرا او رو تسلیم کرده؟ در دستش ورقه اجازه‌نامه داشته است، مثل هر وقت بریم. با آدمانتان گوی سعید رو با من پیدا کند. یگان به عقلی نکرده او رو پیدا کنند. حاضر آقای رئیس. روز بخیر. من یگان پیشروی هست؟ بله هست. یک لحظه. متاسفانه یک جسد پیدا کردیم. فکر میکنم که پسرتان است. چی؟ شما چه ها میگوید؟ متاسفم. همین سهر پیدا شد. لباسهایش همین جاست. نه، این ناممکن است. التجا میکنم خودتان رو به دست گیرید. اولین که جسد رو تشخیص نمودن لازم است. پسرم شده نمیتواند. او پسرم نبود. پسرم بخیر است انشالله. خداوند روز نمیگذراند. التجا میکنم کمک کنید. او را بودند. لیلا رو دستگیر کردند. خدا اینجا چی گپ شده باشد؟ اینجا بیا. من هم نمیدونم. کنی گپ زن. لیلا رو کی دستگیر کرده؟ تو میدونی؟ من فکر کردم که رئیس آدمی خوب است. از کجا میدونستم که خیلی میشود؟ کاش پای همه شکست و او رو با امنیت نمیبردم. لیلا رو به چتین سپردم. یا خطاگی کردم. قربانتون شوم، به من کمک کنید. لیلا رو نجات دهید. عذر برای لیلا. از دستمان هیچ کار نمیآید. کسی به دست چتین افتاده است. صحت و سلامت هم برآمده است. خدا مددگارش باشد. میدونید که او را در کجا نگاه میدارند؟ در درآمد این ناحیه یک بینای کهنه است. یعنی احتمال در آنجا باشد. طاقت کن لیلا، من میآیم. کنی اینجا بیا. این لقمه توست گیر کنی. جانت زده برآمد. دلم سوخت به خدا. خیلی شپات خوردی. بس است به فکرم. اگر خواهی با تو گفتگو کنیم این خیلی راهی آسان است. اینجا همش نوشته شده است. کی بودن این آیت؟ وظیفه تو در تشکیلات و کارهایی که در آن حادثه گذشت. یگانه کاری تو در این ورقه امضا گذاشتن است. بعد تو رو رها میکنم. امضا نمیکنم. مرا سر دیده. رفتن میخواهی؟ فقط یک راه است. به این ورق امضا کردن. من با تو چیکار کنم؟ از چرخبال پرتایم یا اینکه با ماشین تو را زیر کرده کشم؟ از همه خوب این رو به دار آویزید. دار رو دیده شاید هوشش به سرش آید. این یگانه راه است. گیرید برید این راه.
خدایا به من کمک کن با یگان کار نکرده باشند. پلیس در همه جا او را میجوید آقای رئیس، خواطر نشوید او را پیدا میکنند. انشالله همین خیلی میشود. از این پس کارهایمان باز هم دشوارتر میشود. هیچ گپ نه، بچینید ما موضوع خودمان را بررسی کنیم. در ناحیه کارهای آمیخته را به انجام رساندن لازم. مردم ما را گوش نمیکنند، اما میدانم این کارهای کردهشان به ضرر آنهاست. ما باید از همه راههای خوب را پیش گیریم. جناب، در محله ها میانه راه تقسیم شده، عائله ها را به دولت زید کننده ایستادند. ترکیه را میخواهند که پراکنده کنند. مقصدشان همین که برای خودشان منطقه الهیده جدا کرده به حقوقهای خودشان حیات برپا کردنی. البته برای پیشگیری این گروهی مخصوص آماده کردن در کار. چه طوری که گفتم قبیله های آمیخته شده را جمع نموده یک سرچشمه آماده کردنیان، برای خودشان یک دولت آماده ساختنیان که در عرصه بین المللی این دولت را همراه میکنن. یعنی مکتب، قهوه‌خانه، حکومت و اداره هایی که تشکیل میشوند با قانون همین دولت برپا میشوند. بعدا این دولت دیگر منطقه را آهسته آهسته به خود جلب میکنند. نقشه هایشان همین است. حالا معلوماتی که در دستمان است برای تقسیم شوی این منطقه ها 1100,000 انسان به قید گرفته شده است، یا اینکه گوییم به محبس در آورده شده اند. یعنی در هر یک منطقه 100 نفر با محبس شناس شده است. این باید این خیلی دوام نکند. برای یک تروریست چقدر با احتیاط شدنمان لازم. برای پیشگیری تشکیلات قوه لازم. یعنی اینجا خیلی وضعیت ناتیج است. برای حل این از همه خوب قوای سلاحدار را استفاده بردن لازم و به فکرم شاید گریزند. فهمه. مثلا گوییم که ما سلاح را استفاده نمودیم، یگان نفرم مرد، تشکیلات آسیب نمیبیند. این راهی پیشگیری تشکیلات نمیشود، برعکس صفشان خیلی زیاد شده ما ضرر میبینیم. باید راههای دیگر را پیش گیریم. خلق را طرف خودمان کشیدن در کار، در باوری خلق در آمدن لازم. در اینجا دو برد است. اولا باوری خلق را به دست آوردن لازم، بعدا کرمیزی و گروهش را با کمک خلق از بین بردن ممکن. با آنها را نمیگذاریم که نام دولت را پس زنند. خانم دیلو، با رئیس در تماس شده نمیتوانم. تا حال خاموش است، زنگ زده نمیشود، کاتبش هم جواب نمیدهد. اگر خواهید انتظار شوید. اگر در سردخانه پسرتان باشد برای شما خیلی دشوار میشود. خدایا پسرم را به من برگردان. شوهرتان نامده پسرتان را دیدن میخواهید؟ بله، دیگر طاقت کردن نمیتونم. میخوام این شکنجه تموم شود. چه شدنش را دانستن میخواهم. لوری 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 کامم تو درمان دلم ترونیا چاوم لوری کامم رونیا چاوم لوری کامم لوری لوری این ابراهیم نیست. ابراهیم نیست. این ابراهیم نیست. تو درمان دل منی. این مراتب جان پسرت را خریدم، اما او را تا کی پشت بانی میکنم نمیدانم. با من ده بار بخوردنت لازم. در جای پیشین از را انتظار میشوم. خودت تنها بیا. وقت به آخر رسید. اگر حاضر گپ نزنی دیگر هیچ وقت گپ زدن نمیتوانی. خوش، تو را انتظارم.
گپ زن. خودت میدونی در این دهه مثل تو تروریستان زیاد است. یا گپ میزنی یا اینکه با اون دنیا به نزد برادرانت میروی. بهوده خودت رو زحمت میدی. سرده او رو. سلاحایت ها را پرتاید. آرام باش بچه. پرتاید گفتم. دختر را رها کنید. آرام باش. گشایید. به این طرف گذارید. به این طرف. ها اینجا ورگی شیر بچه. برای جسارتت حیران شدن، اما سلاحت را به زمین گذار. یک جویه شده نتوانستیم، اما یک جویه میمیریم. احمدها، همه‌تان میمورید. همه‌تان را میکشم. با دقت باشید. پرانید. مگر گریزید. عاشقانه رومانتیک. رفتیم. دختر لیلا زود باش. من اگر آیم شما را زنده نمیمونم حیوانه ها. والله زند این سیاه بند از کجا پیدا شد؟ کامو لیلا، آزی به بیمارخانه میرسیم. مرا به بیمارخانه نبر سعید. من به آنجا نمیروم. دیگر چیکار کنم لیلا؟ همین خیلی کوش کرده گردم. اینجا خانه خالای فاطمه هست. مرا به خانه وی بر. بعد تشکیل دکتر دارد. مکانش را به تو میگویم. بفهمو. به گپم کن سعید. وگرنه چتینی به شرف مرا در بیمارخانه پیدا میکند. مایلش. دلدار، عکس رخت جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. دلدار پسرم، خفه شدی مگر؟ تو نگران نشو. تو برای من پسری یگانم هستی. من شیر کوه هستم، تو باشی دلدار کوه هستی.
دلدار آنها هم انسان هستند. بیچاره را کمک کردن لازم. دلدار آن عاشقان را میدیدی خیلی شیرین بود. اگر سری وقت نمیرسیدم مثل شکری که در آب نیست میشود این دنیا را پدرود میگفتند. خداوند نگهبانشان باشد. خداوند نگهبانشان. تو با من این خیل نگاه نکن. خودت میدانی چی کار کردنم را. چند نفری دیگر را کشتم. آخر مجبور ساختن مرا. وگرنه آن قاتلان، آن رذیلان، آن ظالمان جوانانی بیچاره را میکشتند. دلدار پسرم اکنون وقتی رفتن شد. بیا میرویم. آخر تو میگی آن بیشرفان زن و سری مرا چه کشتند. همه آنها از یخ خاکند. اگر من جزای همه آنها را ندیدم نام من سینا نیست. فهمیدید سرم نام من سینا نیست. همه‌شان را نیست میکنم. جزایشان را میدهم. دخترم لیلا با تو چی شده است؟ چی شده است؟ نماینده دولت کردن. چی؟ بیا گذر. بیا دخترم. بیا لیلا. ابراهیم زود خیز از اینجا. خیز. لیلا این چی احوال است دخترم؟ دستانی آن نفر شکند که به تو دست برداشته است. ظالم ها از خداوند نمی ترسند. وای احوالش خوب نمی نماید. به بیمارخانه رفتن لازم. به خدا این دختر خوب نمی شود. نه خاله، من از آنها چیز نمی خواهم. خوبش همینجا مورم. آنها مرا از آنجا باز می برند. خالای فاطمه من خوبم. شما روید به محله جودی. آنجا شورش است. آنها به شما احتیاج دارند. مایلش میروم اما تو رو چخل به این احوال تنها میگذارم. سعید در همین محله دکتر چنگیز است. رفته او را بیار. زود باش. صبر کن لیلا، صبر. من زود رفته آن دکتر رو میبیارم. خاله شما لیلا را نگاه کنید. من زود رفته میآیم. نه نمی شود. تشکیلات به خالم احتیاج دارد. خدایا توبه. راه گرد پسرم میرویم. این دختر چی گفتنش رو نمیداند. زود رفته دکتر رو پیدا کنیم. خدایا تو بزرگ هستی. با ما قوت ده تا اینکه آتش فتنه را خاموش کنیم. این فتنه ای است که تشکیلات آدمان را با هر را فریب داده و بلای بد گرفتار میکند. مردم را دیوانه کردند. از دست ما تنها تماشا کردن میآید. نه یلماس این فکر نکن. خدا را شکر ناامید نیستیم. روزی می شود که ناچاریمان تمام می شود. بعد همش خوب می شود. من هیچ وقت با آنها فرصت نمیدهم. نمیدهیم. خوش آمدید. خوش باشید. از سعید یگان خبری هست؟ متاسفانه نیست. اما پیشروی های دیگر است. حادثه در محل جودی رنگ دیگر گرفت. تشکیلات به محله هیچ کس را نمیدهند. درآمدهای محله را محکم کردند. اما دم به دم حمله کرده ایستادند. دم به دم سنگ میپرتایند. زود به آنجا رفتن لازم. اگر میدان در دست آنها باشد وضعیت تا رفت بد میشود. رفتیم. انا همین خیل میآیم. من باید روم. مایلش تو بازید. ناز به اینجا آمدی خیلی خوب کردی. اما که زیکو در بارات نقل کرد.
چی کمبودی که داری؟ من خودکم حل میکنم. چه گفتی؟ تشکر الدو. با خدا قیزبان آنقدر پول رو مصرف کردنش رو شنیدم. خیلی زیاد شدم. نمیدونم برای صاحب شدن کودک و قوت دارد یا نه. نمیدونم نازه، گپم رو گوش نمیکن. هیچ گپ نه، تو فکر نکن. من تو رو نگاه و بین میکنم. یعنی در فکر تو میشوم، تو رو صاحبی میکنم. قیزبان در اینجا چیکار میکنی؟ خانم ناز در 10 روز ما ندادی. باز اونجا رو پرداخته از پسمون اومدی. برای چی از پسر می اومدم قیزبان؟ دانسته گپ زن. این چی گپی گفتگیه؟ تو عقل داری مگر؟ اگر تو عقل می داشتی کمک پولی ها رو برای حامله دار شدنت صرف کرده دارو نمی خریدی. تو چی گفتی؟ ای دختر تو از کجا میدونی؟ الدو تو با این هم گفتی؟ گفتی؟ نه از برای تو تنگه پول شدم من رو شرمنده کردی. نه به خدا مایلش اون پول ها رو پیدا کرده با تو میارم. قیزبان مرا ببخش. تو چی کار کردی نازه؟ به خدا دهان تو رو بسته نمیتوانی. مرا فروختی. قیزبان ایستا نرو. ایستا قیزبان جان. قیزبان من چی گفتم آخر؟ قیزبان دیوانه باشد من چیکار کنم؟ Onları sokmayacağız buraya. Giremeyecekler. اینجا پلیس ها هست. خدا ما رو اجازت نمیدهن که رویم. وزیر اگر نمانند یک راه دیگر میرویم. اکا باید به محله روم. التجا میکنم مرا راه خیل میشود مگر حالت رو نمیبینی؟ چی؟ ما رو اجازت نمیدهی که به محله درویم؟ ای بس ای ما قسمی داریم. عصبی نشوید آقا. من برای شما میگویم خلق رو دیوانه کردم. کسی که به داخل در آمده میشود او را میکشد. دیگر علاج ندارم. مادرم آنجاست. اکا کمک کنی من به اونجا روم. از این پایان اگر به محله رفته توانی بیرو. با دقت باشید. با دقت باش ابا. فهمیدم. شاید نمیرفتی. باز نرفتی به سرت یکان بلو نورم. چی؟ شما کور هستید مگر؟ آدم از خودش کلان رو سنگ نزند مگر؟ با خدا خاله ما رو فرمان دادن گفتن که کسی به محله درآید سنگ زنه. بچه ها چنگیز دختر رو میجویم. با ما بیایید ما نشان میدهیم. رفتیم بچه ها. او کوچری ریا دوره برین دارم برین کوره تیو برچی دوان چولان پیرو کاله جنوهاره پیرو کاله مرا گوش کنید. من رئیس توحیدم. میدونم که با شما چی کار کردم. کی با شما چی گفتم. باور کنید شما فکرید مرا به این راه آوردم. ندانسته این راه را نکنید. باز کنید نکن. این کار را نکنید. شما اجازت ندهید که کسی شما را به این راه بند کند. دروغ نگویم. شما اجازت ندهید که فریب کند. این بیرنگ بازی دشمن است. ما دیگر دیر نمی‌خواهیم. گم شوید. در شوید. هیچ این کار را نکنید. آینها نو علیه
شوید ما دیگر نمیخوایم دروغاتون رو شنویم گم شوید دست شوید قاتل ها بناموس ها خائن ها ما با کشی که جانمون خواهی گم شدیم ما با این سرزمین هوا با کشمت نمیکنیم من رئیسی شما هستم من چی بگیم هوا می شود این قدر خوبی هایی که با شما برسید اگر به نظر نگیرید تمام دشمنتون میشونید از این کنید همه مشرکان خواهد شد این سرزمین از هوا آمد برای دو قبیله دوست باشید تا اینکه جدا بشوید دوستی چندین سالم رو باید بیاره تا همین معلمی رو باید بیاره خائن ها ما به شما باور نمیکنیم دروغگوی ها دم شوید از اینجا اکای چنگیز شما رو دیدن میخواهم لیلا گفتن دختر رو میشناسید در مرکز تعلیمی کار میکرد بله میشناسم چی شد چتین گفتن شخص او را ظلمات کرده است وضعیتش خوب نیست او رو به اینجا می آوردید یکی گفته نمیشود با یگان نفر دیگر ضرری رسد مرا چه خیل پیدا میکنند قربانتون شوم دختر حالتو خوب کردم همه جایش پر از خون او را چه خیل به اینجا بیاریم بید رویم لیلا شد یک چیزهایم را گیرم بیایید رفتیم خداوند از شما راضی باشد دکتر رفتیم ما با شما باور نمیکنه قاتلان ما با شما باور نمیکنه ایستید ایستید از پشت تو شدم و با این احوال رسیده تو چه ها میگویی؟ اما که یاقوب را باید پیدا کنیم گپی او با آنها میگذارد او را همچون عالی مروت میکنند من زیدم او را پیدا میکنم هیچ چی بسیار مستحیل فهمیدی؟ من دیگر از پسی ناز نمیروم باور کن الو مادر جون این تویی مادر جون من رو خیلی یاد کردم از برای سبا با اینجا بیا ابراهیم پسرکم تو در کجایی؟ در کجا تو رو پنهان میدارن؟ نمیدونم مادر جان اینجا به من هیچ معقول نشد من هم تو رو یاد کردم پسرکم من هم تو رو خیلی یاد کردم مرا نجاده مادر جان نجاده خواهش میکنم مرا از اینجا برید پدرم هم بیاید گلی نبری باباش وقتی خواب شد الو ابراهیم پسرکم ابراهیم التجا میکنم گپ زن خواب کن کلان شم مثل بابایت شم مرا سردی من از این مادرم رفتن میخواهم هیچ کس شدن نمیخواهم باید مادرت و نزد تو بیاید مرا فهمیدی؟ اکنون خواب شو لیلا
خیلی سخت لطوکوبش کردند. همه جایش رو زخمی کردند. اوه خدایا، خیلی لطوکوبش کردند. دکتر پسرم، یگان چیز لازم باشد رفتم میارم. خاله کمی آب می آوردید؟ حاضر. عاجلان این دوره لازم است. یگان علاج کرده بیارید اینها را. این دختر خیلی حالش بد است. بعد اینقدر شکنجه زنده ماندنش معجزه است. میارم. شما خواتینش حاضر رفته میارم. سعید سعید یگان کس هست؟ در را کشوه. چه شد؟ چه میخواهی؟ اکا صدقه پویت شوم. از برای خدا کمک کن. یک کسلی دارم. اگر این داره ها رو نبرم میمیرد. اگر کشایم تشکیلات مرا میکشد. تو به خانه درو. قربانت شوم. کشا. زخمدار دوست داشتم است. اگر با او چیزی شود به خدا من زنده نمیمونم. از برای ثواب. مایلش اما زود میروی. قول میدیم. زود میروی. قول میدیم. داروخانه کشاده شد. زود بیایید. کشاده شد. زود باشید. داروخانه کشاده شد. کشاده شد داروخانه. زود باشید. کشاده شده؟ داروخانه کشاده شد. برادرها تشکر. داروخانه محکم است. برادرها خواهش میکنم داروخانه محکم است. این داروها رو دیدید. برادرها برادر منم مجبور. خواهش میکنم برادرها التماس داروخانه محکم است. برای داخل است. برای خدا. این کارها تمام نشد. این کارها تمام نشد. رفیق خان ایستید. ایستید رفیق خان. اما یا خود در مسجد نبوده است. آقا توی داروخانه کشاده شد. این خیلی پیشروی خوب است، اما با دارو فروش ضرر رساندنش ممکن. باید این مرد را نجات دهیم. اگر او را حمایت کنیم دیگران هم دکانهایشان را میکشند. زود با نزد دکانها گروهی رامان کنید. دارو فروش رو زیر نظارت میگیریم. زودتر باشه. خودی خط باشه. احتیاط کنید. رزیلها من نشان میدهم تو کاخ شده چی بوده است. میرویم. زود باشید به این طرف. لیلا رو از دستشان نجات دادم، اما یارا دور است. حاضر به خانه خاله فاطمه میروم. از برای ثواب به ما کمک کنید. آفرین به تو. راه گرد زودتر. دارو رو برده رسان. من از پسات میگویم. زود باش. زودتر. او را سیاحت کنید. چیزی که خواهید میکنم. قول میدیم که میکنم. آرام باش پسرم. آرام باش. صبر کردن لازم.
شد رفیقان یک طرف استید رو شاید من نگفتم که نکشو من گفتم کدوم گل ها مکم بشود نگفتم مگر من نگفتم من اینها رو میکشیم جزایتان رو ببینید انا بچه این کار رو این طور نمیمانم ببینید چی کار میکنم چی کار کردی؟ پلیس میآید میگوریدم راه بید یک طرف بیشتر خدایا دیر کردم زود باشد یاری تجیبی رو جزنه زود باشد زودتر با این مجبور هستم پسرم از برای تو شده مجبور هستم این ثبت ها بسنده نیست آقای قرمزی باید حادثه ها دوام می‌یابد اگر چند روز دیگر دوام دهد این حادثه قبیله های آمیخته شده پراکنده میشوند برای سوزاندن آتش را خاموش کردن نمیتونم یک ماهی دیگر به سیدم افتاد الو چی میخوایی؟ برای اجرا آمادم تو را تبریک میکنم آیلت را مثل من دوست داشتنت را نمیدانستم اما یک شرط دارم برای تو را باور کردنم یک شرط دارم یک بار هم باشد من باید با پسرم بخورم بابایش هستم از دستم آمده را میکنم اما میشود نمیشود نمیدانم البته قراری تو شرط است قرار دادم چیزی گوید آمادم یک ساعت پس در پرتوگاه ماشین ها با میخوریم مایلش حاضر از خانه میبرویم خدایا به من کمک کن او را به من برگردان احوالش چی خیلی شد آقای دکتر خوب است خیلی خوب است به خود آمد می توانی با او گپ زنی تشکر آقای دکتر تشکر سعید بیا به خانه درو شکر که لیلا به خود آمد بیا به درون درو گذر خدا از شما راضی باشه آفرین لیلا آفرین کاری خوب نمودی کاری خوب این بچه را با ما همراه نمودی از تو همه چیز را انتظار شدن لازم این گفتم را فراموش نکن وقتی که او رو پیدا کردم الکی در اتوبوس بود کم مانده بود که دیر کنم تو بعد این کارت حالا بسیاری از جوانان را از اتوبوس فراورده و کوه روانه میکنی مقصدت همین بود مقصد اومدن از برای من همین بود مقصدت مرا به کوه روان ساختن است آخر دخترم من کسل هستم باور کن دختر من آقای دکتر راهی خونروی را من کردم زود آنها را به جراحی درآورید با مالک خانه برید اجازه دید زودتر باشه اجازه دید راه رو کشید همشیره خانم گوش میکنم رئیس خانم دیلا را نمیبینم در کجاست؟ امروز نآمده است اجازت گرفته است
کجایی دیلا؟ چرا جواب نمیدهی؟ پسر در درون تو را انتظار است. پسرم. مادر جان. پسرکم ابراهیم. مادر جان شما را خیلی یاد کردم. من هم تو رو خیلی یاد کردم.